از چوک قرآن شریف یا چوک زراعت تا نوابات یا اده موترهای سرپل جوزجان فاریاب بخیر وسعت پیدا بکنه. چی وقت اون طرف شروع میشه بین سرک میگوید شاید گلدان شوه، یکی گلدان میشه. بینندگان عزیز، ما در بزرگترین سرای موتورسیکل فروشی آمدیم بعد از مدت ها کلاه استفاده. موتورسیکل کلان از در قشلاق ها خوب گشت داره، خوب نرم میگرده. اطراف شمتال، شولگر، بلخ، دولت آباد طرف ها زیاد میبره، طرف های کوبند زیاد میبره. 55,000 روپیه ارزشش در شرکت است نوش. 8,000 روپیه پلیت شوه، 60 چند هزار روپیه. از هر نگاه نمی دیگه کامل است. و این چند است؟ این 38,000 است. 38,000. بله. اینا قیمت از 58,000 افغانی است. 58,000 افغانی. بله. بعض وقت شاید بیشیزم قالسم. شاید برمیگم قالسم. شاید برای توانم برسید. روز کسیزد. واقعا تو گپیس. چلیده است نه؟ دامور رزایدالیان هوا. 10 روز چلیده شده است. اینا خریدین دیگه دکان اول دوم میشه دیگه. سوم دکان ماست. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مسار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. حیات الله ساخته هستم، بازم در خدمت شما هستم. تشکر ویژه میکنم از همه هموطنان عزیز ما که گاه اوقات به چنل ما سر میزنین و گزارشات ما را تماشا میکنین. اگر هر شب سعی کنین خیلی خوش میشیم. سپاسگزاریم از پیشنهادات شما، از انتقادات شما، از کامنت های شما. قسمی که در تصویر میبینید قرار است که بخیر سرکی که از چوک قرآن شریف یا چوک زراعت تا نوابات یا اده موترهای سرپل جوزجان فاریاب بخیر وسعت پیدا بکنه و جویکنیش هم آغاز شده. یکی از پر ازدحام ترین سرک در مزار شریف. ممکن است شما بار ایره تجربه کرده باشین اگر به افغانستان سر زده باشین و باز اگر تصمیم گرفته باشین که به طرف ولسوالی بلخ سفر کرده باشین به خاطر خوردن شیر یخ یا به رفتن به خاطر دیدن قوم خیش، دوست و رفیق، این ازدحام شاید حتما دیده باشین. اما لازم در تصویر میبینید که داغ روز است، یعنی تقریبا 2:30 بجه است. وقت خواب است ولی هنوز هم میبینید که بیروبار ازدحام است، خصوصا روزهای پنجشنبه و جمعه. گذشتن از اینجا فقط که میگین که در جاده‌های کابل هستیم. جویی کشی میشه بخیر. امین از در جایی که ما ایستاد هستم خط انداخته شده و ایره مطمئن بخیر ور میداره و نمیتون میره دیگه. ای که چی وقت اون طرف شروع میشه بین سرک میگوید شاید گلدان شوه، یکی گلدان میشه نمیشه. و را باز حتما ما ایره تعقیب میکنیم بخیر. پروژه های بنیادی، پروژه هایی که همیشه هست، اونا رو ما همیشه تعقیب میکنیم و او از او همیشه گزارش میگیره. همکارم چند تصویر از اینجا برای شما میگیره. ما میریم اونجا یک جای دیگه، یک سرای است، میریم از آنجا در خدمت شما قرار میگیریم. بینندگان عزیز، ما در بزرگترین سرای موتورسیکل فروشی آمدیم بعد از مدت ها که اینجا هموطنان عزیز ما موتورسیکل‌های دست دوم هم از شاید 0 کیلومتر هم باشه. اینی موتورسیکل خود در نظر ما 0 کیلومتر معلوم میشه. به اینکه با دکاندار صحبت بکنیم که قیمت این موتورسیکل چند است. وطندار سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ برادر گلجور هستین. خوب هستین؟ بخیر. صحت خیر. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر. صحتمند. خیریت هستین ان شاء الله؟ شکر دیگه. کاروبارا چطور است؟ شکر است، خوب است. نامتان؟ سعید ابراهیم. سعید ابراهیم جان، چند سال میشه که اینجا دکان موتورسیکل فروشی داری؟ یگان 13 سال میشه. 13 سال؟ بله سر.
روزانه معمولا چند مترسکل به فروش میرسه؟ یک تا دو تا یا هیچ نمیشه؟ چه قسم است؟ نه بازار خوب است، برابری است. یک تا میشه، دو تا میشه، یگان وقت نمیشه، یگان وقت میشه. بازار است دیگه. به نظرت مردم در قریجات و ولسوالیات زیاد از مترسکل استفاده میکنه یا در شهر؟ زیاد در قریجات هم استفاده میشه، در شهر هم. و در قریجات ما که به قریه ها سفر کردیم و یک بچه دیاتی هم هستم، از این موتورسیکل ها لکن اون قضیات استفاده نمیکنن. این از این موتورسیکل ها استفاده میکنن. موتورسیکل های کلان است، در قشلاق ها خوب گشت داره، خوب نرم میگرده در قشلاق ها. وقتی در سرک خیر شهر میکنه باز اینا یک کمی چست است، خورده است. در روز جمعه خود که طرف دشت شادی هم برای کاملا پیش بچه نمی موتورسیکل هستن. باز مو درست شده اینا مو درست شده. اینا بچه های شهر سوار میشن. بله. و بچه هایی که فکر کنین نو از مکتب رخصت میشن، مثلا یگان جای تفریح میرن، این از موتورسیکل ها میخرن. نه برای قشلاق باز اینا میخرن. اینا قوی است به نظر من. از کار از دیگه فکر کنین اینا کار میکنه دیگه. سر کوتل هم میبره. سر کوتل هم میبره. باب خامه است. باب خامه است. امروز تقریبا ساعت 3 بجه سال یک دانه رو فروختی یا نه؟ فروختیم بله سر. فروختین؟ ماشاءالله. مالچه هم میکنین تبادله مثلا؟ تبادله هم میکنیم. مالچه هم میکنیم، تبادله هم میکنیم. اینجا کوینه فروش جنس به جنس باز تبادله شد، باز تغییرات چه میگیریم، تا بالایش میگیریم باز. این موتورسیکل قیمتش چند است؟ اینا ایرانی گفته میشه؟ اینا ایرانی چراغگرد است اینا. چراغگرد؟ بله سر. خب قیمت از اونها مثلا چند؟ اینا صفر نیست؟ نه صفر نیست. اینا از 44000 تا 28000 پر است. از 44000 افغانی تا 28000 افغانی. بله. یک نوع موتورسیکل های دیگه هم است که او پیشرویش خالی است، جای تانکیش خالی است. 70 سی سی. اونا باز چند است؟ اونا ارزان است، بهش یگان 20000. دمی سرای از چند تا چند موتورسیکل پیدا میشه؟ برای شما خب معلوم است. از 3000 تا 60000 موتورسیکل است. از 3000 افغانی تا 60000 افغانی موتورسیکل است. خرید فروش میشه. فعلا نسبت به این موتورسیکل ها اینا قیمت است یا نه؟ اینا کم قیمت است. خب اینا 44 معمولا تا 28 گفتین؟ این 44، این 40000، این 38000، 35000، این تا 30. و اینا چند است؟ اینا 45000، 44000، 40000. این بایوش هست. امروز از اینا فروختی؟ از اینا فروخت. از اینا حتما در ولسوالی میبرد. قشلاق میبرن. برای قشلاق مردم قشلاق مردم اطراف مردم دولت آباد در اینجا خیلی زیاد از موتورسیکل استفاده میکنن. ولسوالی دولت آباد زیاد چون دیقانکار هستن، مثلا سر زمین ها میرن کشت میکنن یا سولر دارن، غیر از زمین موتورسیکل استفاده میکنن. کاربارشون از زمین وسایلشون انتقال میتن و تیل و بارشون انتقال میتن. موتورسیکل های کلان خوب است. باز اینا در سواره یک نفر یا دو نفر از اینا از خاطر بار نیست. بله. باز اینا شما اینا را از کجا میارین؟ ما اینا همه از شرکت چین میاد اینجا، خودت از شرکت توزیع میشه. خب باز در شرکت که مردم نو خرید چند روز باز اینجا خرید فروش دست دویش اینجا است. باز در این سرای دست اول هم پیدا میشه؟ دست اول هم 3 دکان است. اینجا 0 از 3 دکان است. نسبت به کفایت اینجا شاید کمی ارزان باشه یا یک بای است؟ ارزان میده. 1000 است کفایت اینجا ارزان است. اونجا یک درک اونجا محصولش بلند است، کرایش بلند است. با اینجا باز اینجا کرایش کم است. اینجا محصولش کم است. اینجا باز 1000 پر ارزان هم میده. اینجا خب بازار نداره، هر روز بازار است. هر روز بازار است. هر روز بازار. مثل مال بازار که مثلا شنبه و سه شنبه این رقم نیست. هر روز بیایه هست اینجا. جمعه هم بهترین روز بازار است. جمعه شاید بخی بیره بار زیاد باشه. جمعه هم بیره بار مردم که بیکار باشه، وظیفه داره روز جمعه بیکار میشه، باز میان تفریح میکنن اینجا را میبینن. خودتان از کجا هستین؟ از اندخوی هستیم. از اندخوی. خانه اندخوی است اینجاست؟ خانه اندخوی است. چه وقت میشه خانه نرفتی؟ با هفته یک دفعه رفتم. خب سر موتورسیکل خونه میری؟ نه. خب بخاطر که راه دور است. نه راه دور هم باشه باز عذاب میکنم موتورسیکل. خسته میسازه دیگه. باز اندخوی خوب اون طرف یک ریگ است، شمال است. نیست طرف خیر است میفهمی یک شمالای ریگ. شمال و ریگ و هوای داره دیگه. اگه فاریاب رفته باشین اندخوی شمال خوبش داره. دائم مثلا شمال است. ما با چمتاسایش رفتیم در فاریاب. از اندخوی که دیر شوید در فاریاب میمنه قیصار رفتیم. خوب جایا داره والا. وطن ما خوب جایا داره. خدا بخیر کاروبار بر امنیت خواست کاروبار بر که جیبا پر باشه. همین بس افغانستان سفر چکر بزن. گپ شما به سلامت باشید. خانه آباد. تشکر. بخیر باشید. چای میخورین؟ بسیار زیاد تشکر. ان شاء الله باز میبینیم. بخیر باشید. خانه آباد. بخیر باشید.
بیننده عزیز در اینجا زمانی که 3-4 نفر گرد هم میه به این معنی است که کدام موتورسیکل حتما میخرد. ولی نمیفهمم که این موتورسیکل سودا شد؟ سودا شد؟ خواه چند میگین؟ سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین بخیر؟ بچه محترم سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ صحتمند خیر. سلام. خوب هستین؟ از خود است؟ دکتر صاحب از مشتری ما قبلا داده بود. از جا خریده بودم. سندش پیش از جا اومده بود. از جمله 200 اندی والا هستند. خواه ولی پس میفروشی؟ نه نمیفروشم که اگه اومدیم سند بگیریم باز ما گفتم قصه گپ فروشم باز میزنیم دیگه. شما تشکر. سلامت. شما دکان دارین؟ بله. کجاست دکان؟ این دکان است؟ بله. اجازه است یک ذره پیش بریم دکان موتورسیکل رو تصویر بکشیم. چند نوع موتورسیکل شما دارین؟ ببخشید اول نامتون رو پرسان کنم. نام شیراغ است. شیراغ جان چند نوع موتورسیکل دارین در دکان؟ موتورسیکل زیاد است. چراغ گرداست. چراغ هر کمپانی است. دو کلان هم داره. دیگه نه خرداد داره. قوی ترین موتورسیکل قوی ترین چراغ گردای 200 سی سی است. این سوپرجت چه داریم. دایان داریم. فراری داریم. اینا کلشان شما خودتان میرین از کشورهای بیرونی وارد میکنین یا کدام شرکت میاره چرا؟ دست دوست همیشه از خود هموطنای ما که نو میگیرن با دست دوش دما میاره. خواه مثلا دلشان میگیره یا ممکن است شوق یک کیش یا نفر موتورسیکل دیگه دستش بنده است، یک نفر با کونه شد نوش میگیرن. بله. و هر کس یک ضرورت خود داره. باز این چیز هم صفر است. این صفر است؟ صفر هم دارین؟ پیش بیام کنیم؟ همینجا بسته کاری میشه؟ این دست کار زیر کار است؟ او نه اومده صندوق بسته بده میره بسته کارش. اینا رو بس منم چی یاد میکنن؟ یا منم اوندا است، اوندا 70 سی سی است. ماشینش کم مصرف بسیار سلفکی ولکپ رنگش سرخ است 0 کیلومتر است. که کیلومتراژ دیجیتالی است. بسیار یک چیز خوبش است. قیمت از مصرف تیل از دیگه است. این 32000 روپیه میمونه و آخرش با 1000 2000 جرمت داره 30000 روپیه آخر. با این فرق میکنن؟ هر بیش یک چیز است. یک چیز است. یک چیز است، یک رنگ، یک نام، یک کمپانی، یک چیز. چند سال میشه اینجا دکان داره؟ اینجا تقریبا 12 سال میشد، یک چند سال بیرون از سرای بودیم و یک سال میشه اینجاست. امروز کدام طرف فروختین مال؟ نه امروز خریدیم، یک سه دانه خریدیم نفروختیم تونس. خریدین؟ بله. خریدم میکنین؟ خرید فروش. مالچه هم است؟ خرید فروش مالچه هم کلش. بله. و این موتورایی که موتورسیکل که این دایان است. این فکر میکنم پیشترم از یکی از دوستا پرسان کردم در قرجات شاید زیاد استفاده شده است. طرف اطراف شمتال، شولگر، بلخ، دولت آباد طرفا زیاد میبره، طرفای کوبند زیاد میبره. هم قوی است، هم زور است، هم چند سی سی میگین شما ایران؟ 150 است ماشینش. 150 است. ماشین 150. از اون دام 150 است. اون دای چراغ 200 هم داره 150. ایران 200 هم داره 150 داره. یگان جای بسیار که یک کوی بلند مردم ببره 200 میبرن. در جای هموار خامه باشه باز 150 میبرن. بس قیمت از اون چند است؟ یه هم دست دوست یک خانه 40000 خمت داره. دست دو است این؟ بله. چقدر سرخوش نگاه کرده گیره. فقط یک سال شده. نه یک 8 ماه یک سال شده خوب نگاه میکنه باز ما دیگه خوب جور 8 ماه کرده. خواهش ما رو آرایش کردیم خیلی. حالا پوچاب کردیم تو چتل مردار بودی رقم کی بود دیگه. یعنی مالی کسی بیا بالا ببینه شاید باورش هم نه یکی دست دو زحمت باشه. خودم میکشیم که یک نفر جور تیار ببره دیگه. اما تن ما زحمت نمونه. بله. در کل هر دکاندار شاید یک 40 50 موتورسیکل داشته باشه. داره 40 تا 50 تا کم زیاد. ولی این طرف این مدل هم است. یا کلی زیر دست. موتورسیکلای هندی میگه که در اینجا پیدا میشه در این بازار در این میستر است یگان تا کم است. بوکسرام هندی است، بجاج هندی است، لیمرا هندی است، ماشین خوبش داره. در بعض فیلم ها از استفاده میکنه این رقمی میگه. او رقم کم است، بسیار کم است، کمچین است. این بوکسرام هندی است، کنش است، نوایزی هم است. از موتورسیکل سابق روس خونه مونده، یک وقت روسی میگفتن. نه از اون است فعلا هیچ نمونده. 20 سال پیش غیر است از اون استفاده میکرد. تو از بخیال میگم همسایه دکان ما داشت که ما چی مونده یا نمونده بسیار کم است. بله. بیننده عزیز شیراغ جان نمی موتورسیکل که بخی فکر کن لمبر پلیت هم داره. کل چیز داره. امروز ایرا لیلام میکنه. در بین موتورسیکل و چراغی بلندترین کمپانی شاب است. شاب است. کمپانیش بلندترین کمپانی. ویلکپ است و سخن است. تایراش نو است. چراغی سلف سی و ریموت چالانی هم داره. اوه. 24000 پلیت هم داره. 24000. کل چیز مدلش هم بالاست. قیمت از چند است؟ قیمت از در بازار در کل دکانا بگردین 40 و 35000 روپیه ما 30000 روپیه.
40,000 افغانی است، شما 30,000 میگید. 30,000 خاطر که لیلام یگان نفر ما بیاد بیادر مشتری شود 30,000 بله 30,000 30,000 نه 29,000 روپیه 29,000 1,000 روپیه به خاطر کامرامن ما 28,000 روپیه اوه بیشک کارای از مکه خودت درست 1,000 روپیه خاطر خودت 27,000 روپیه سلامت 1,000 به خاطر خودت خیر 1,000 هم خاطر خودم 26,000 روپیه 1,000 هم به خاطر بسته بینینا 25,000 روپیه 25,000 روپیه نه دیگه لیلام نه دیگه حاجی صاحب در 20,000 دیگه اینا رو پلت نه شما پلت 24,000 پلت پاک است چراغ گرد است سلفکی در ریموت چالان میشه در ریموت مشکل خدا نخواسته نداره یگان تا حالا نگه به نام لیلام پلت اصلی جواستایر اصلی چراغ گرد است شاب از هر دیگه شما ضمانت هستی کلی چه ضمانتی گارانتی 200 سی ماشین داره هر وطنی که کاری داره مداخله شما اگر مطمئن هستم که موتورسیکل خو میخرین دیگه بعد از این فصل موتورسیکل است یعنی چند روز وقت داره مشکل نداره هر وقتی که بیاین تا کی هست نمی تا کی است که سودا شد دیگه خلاص است دیگه دیگه معلوم نشد یک ساعت بعد سودا شود یک روز بعد سودا شود اما با مجرد دیگه اگه نمی دکان آمده به خاطر شما دیگه در چینل شما در لیلام گذاشتیم خاطر شما دیگه بسیار جا تشکر سلام از 35 بعد 35,000 40,000 بعد 30 گفتم از 30,000 هم 25,000 25,000 افغانی دیگه کمپانی شاب بله از کمپانی شاب بزرگتر بزرگتر کل هموطنان ما میگه شاب که از بلندترین کمپانی است کسایی که باز کار موتورسیکل میکنه برای از اونها معلوم است کسی که مستری از کسی که موتورسیکل سوار است شاب بلندترین کمپانی در بین کل ازیا قیمتش هم بلند است 55,000 روپیه ارزشش در شرکت است نوش 8,000 روپیه پلت شود 60 چند هزار روپیه از هر نگاه نمی دیگه کامل است اگر میخرین پیش رقا جان در سرای موتورسیکل فروشی بیاین از چهره مبارک شون ببینین حتما میشناسین حتما امروز قناه خود در سرای بیروبار است که هیچ پرسا نکنین. آقای صاحب محترم سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند خیر و خیرت. امروز مصروفیت ها بخیر هستین؟ سلامت باشین. نامتان؟ عبدالواحد. کاک عبدالواحد کدام دکان از خود هستی است یا این دکان شماست؟ دکان 11 دکان 11. چند سال میشه که کار موتورسیکل میکنین؟ ما اصلا که یک 35 سال میشه. 35 سال؟ در میمنه بودم در اونجا میکردم در اینجا آمدم یک 10 سال میشه. 10 سال میشه که در اینجا کار موتورسیکل میکنین؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. امروز بگین کدام طرف فروختین یا خریدین؟ نه امروز هم فروختم هم خریدم. چند تا را فروختین چند تا را خریدین؟ 2 تا را خریدم یکی را فروختم. یکی را فروختم. بله. در یک موتورسیکل معمولا امی دکانایی که نمیجه به نظرتون از چند تا چند فایده میگیرن؟ از 300 شروع تا 2000. تا 2000 بله. فایده میگیرن. بله. 1,500. این موتورسیکل شما هم فکر میکنم که بیشتر در مردم قریه شاید استفاده بکنن. اینا را مردم قریه میگیره به نام پامیر. اینا خیلی. اینا کلش دست دوم است. بله دست دوم است. دست دوم است اینا کم سوار شدگی است. اینا ما خریدم 43,000. 43,000. بله. چه وقت میشه شما خریدین؟ اینا ما دین روز خریدیم. تازه خریدین؟ تازه خریدیم. نه یا تو سرخوش نگاه کرده بود یا شما دستکاری کردین؟ نه خودش در کمپانی نمون تا سرخوش نگاه کرده. مردگه یک 20 روز سوار شده. 20 دلش گرفته. بله. از همون باید تا 8,000 موتورسیکل دارم. تا 8,000. بازی را شما چند میفروشین؟ اینا ما 1,000 فایده بیتر میتونیم دیگه. 1,000. بله. اون موتورسیکل دیگه چند است؟ این موتورسیکل 28,000 است. 28,000؟ بله. این 48,000 و 28,000. نظر با آباد سعی. و این چند است؟ این 38,000 است. 38,000. بله. این چه به نظرتان گشتگی باشه؟ این 2 ماه گشتگی است. این با شما پاک کردین یا متا آوردن؟ نه همونطور آوردن. گشتگی امی مزار است دیگه. بله یا گشتگی مزار است. معمولا دیگه از چین میاد یا ایرانی است اینا؟ نه چین میاد. از چین میاد. بله. تا چند بجه باز اینجا هستین؟
ما تا شام است نزدیک شام. شام است. روزای جمعه شاید یک ذره بیروبار خوب باشه. روزای جمعه نه یک ذره کم میشه، نصف دکان هم میشه نصفش خلق میشه. دیگه هر روز بازار است دیگه. دیگه فرق نداره که هر روز یک رقم است. بله هر روز یک رقم است. قسمی که پیشتر هم دکاندار عزیز ما گفتن که از 8000 تا 60000 موتورسیکل هم پیدا میشه. بله بعضی موتورسیکل ها اینده است اونا 60000 است. اینده یک ذره بالاست. بالاست. ژاپن نداره اینجا. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. سلامت باشین. بخیر باشین. خانه آباد. بخیر باشین. بینیدای عزیز اینیمی موتورسیکل‌ها به نظر من شاید 0 کیلومتر تو معلوم شده بخی هم تو مقبول و دیزاین همی بسته دکان سرای اینیمی دکان دیگه سر هستن. سلام علیکم. سلام خوب هستین؟ بخیر صحتمند خیر خیرت. بهین سلام علیکم. موتورسیکل شما خامت تو 0 معلوم بشه. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند خیر خیر. یک ذره پیش بین. این چند است این کم؟ اینا موتورسیکلای پامیر اسکلت است. پامیر اسکلت است؟ بله. اینا از شما فکر میکنم 0 است. جانو صفر است. 0 کیلومتر است. قیمت از اینا چند است؟ قیمت از اینا 54000 چرا اگر دیدم. 54000 بله. و باز اینا چند است؟ اینا با 65000. 65000 بله. قیمت ترین موتورسیکل شاید همی باشه از اینکه قیمت است. کمپانی پامیر خیلی قیمت ترینش است. قیمت ترینش است. بله. باز در اینا هم فرق است در قیمتاش؟ نه اینا کلشان چرا گردام یک نقطه است 150 سی سی است. 150 سی سی. جانو. 200 چند دارین باز؟ نه 170 ش داریم. 170 چند؟ بله. باز اونا چند است؟ ببخشید داخل برین. اینی موتورسیکلات ماشاءالله بین شما پیش برین. ماشاءالله چقدر نظم دکوریشن اینا هم دیگه 0 است. بله صفر است. به نظر من در کفایت شاید اینجا موتورسیکل‌ها یک کمی ارزان باشه. نظر شما چی است؟ اونجا بخاطر که نه بیروبار زیاد انشالله است. فرق نمیکنه از ما خو مثلا در اینجا هم نمایندگی پامیر است در اینجا شرکت است. اونجا هم دارین؟ بله خب اینا باز چند میه؟ اینا قیمت از 58000 افغانی است. 58000 افغانی. بله. خب اینجا ببین شما یک موتورسیکل دیگه تا ما دیدم خیلی خوشم آمد که این موتورسیکل ایرا چی میگه؟ این پامیر نیست نی؟ نه پامیر نیست کمپانی بجاج است بوکسر. خب بجاج است. جانم استفاده از این چطور است؟ ما در شهر خلجیات ندیدیم. استفاده از بهترین موتورسیکل است کم مصرف است. پنگیر است مدل 2024 است. این در قریجات در فعلاً- کوتل و چیزا میشه؟ بسیار خوب است جان نوع بسیار محکم استوار است. این چند است اینا؟ این قیمت از 58000 است این قیمتش. باز چند سی سی است اینا؟ 150 سی سی. 150 جانم. اینا کلشون 150 سی است. 150 سی سی این 200 سی سی است. این 200 است این بله پامیر. فامیر اسکلت. شما فکر میکنید تنها فروش میکنین مالچه و چیزا نمیکنین؟ میشه یک آن تا که به که یک موتورسیکل بگی یک کانه مرا چکو نه. بله همسایه دکانم کانهش برش میتین امروز بگین که کدام تا را فروختین یا نه؟ جانا سودا کردیم امروز چند تا را فروختین؟ امروز فعلا یک تا شد. یک تا شد. بله. یگان روز دو تا سه تا یگان روزش نمیشه. دیگه یگان روز برابری است. برابری است بازار است بله، دیگه. بازار است. چه خبر میشه کار موتورسیکل شما میکنه؟ کار خدمات که نمایندگی فامیل گرفته تقریبا 1.5 سال شده. 1.5 سال. بله. بله. پیش از او اما تو عمومی از هر کمپانی می آوردین. اول از ما دستو بود کار ما. ها دستو بود. بله. ولی دست اول شد. بله. نمی سرای هم میین دست اول میگیرین اینجا بیاین دست دو دیگه باز هر دکاندار که خوش نمود همونجا برین. خانه آباد. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. بیاین بینیده عزیز یک وطندار دیگه ما اینجا موتورسیکل‌ها دارن. سلام علیکم. قنداقسız؟ Canınız jur mu? Bakır olsun. Ki bir Uzbekim gap rayliga? شکل اساس Otizli madır. عاطم محمد الله ولد مرزا غوث الدین ولسوالیان خویدان ولایت فاریاب. Ha, an khoydan bilasizmi? بله. Nechi bo'ladi bu yerga do'koningiz? 35 yil bo'ladi men
کار موتورسیکلت هم و شو سپیش مزارگی دیگه یا یا bizlar tavallud kartay vaqtlar bizlarni چرا shu yerda mazorda bor. چکرم که اوقات کتاس من فکر Ketamiz vatanimiz, endi nima uchun vatan boshqa zot. موتورسیکلر قنچه Motosikletlar raqam bor, Pomiriz bor bizlarni, Paroriz bor, Dasti Doyon do'm bor, bor dasti do'm bizlar 70-50 sotamiz. shu bugun bir tane sotdingizmi oldingizmi molcha qildingiz nima qildingiz Bir tane sotdi shu yil. qancha foyda oldingiz Bir tadan sotdi voqea 4 ming qoldi sizdan nima narsa yoshiraylik. ba'zi vaqt shoyad 500 ham qolsa Shoyad. shoyad 1000 ming ham qolsa Shoyad. biroq tovon ham bersangiz o'z qilsangizdan Voqea u gapingiz. shu lukasi bir bayami yo Yo, farqlari raqam vay bor. Mana Pomir bor 2014 bor. Bular Six bola, bular 40 ming, 42 ming. Mana Parorlar bor 2025, mana bular 50 ming. Mana bu Doyon Dusalda bor, bular 40 ming. Mana bu Narki Parorlar bor 35 ming, 40 ming raqam bor. shu qiymati sana shumi Qiymati bundan ham ko'ra qiymatiz bor, mana qiymat. bu Bala. bu qancha yilgan Bu faqat siz aytib bir o'rriz aytadigan. Mardimlar oladi, mushkulotga qoladi, past ketiradi, sotadi. Ustozi muhtaram. bu qancha Bu qiymati 50 ming, 48 ming, 46 ming. 50 ming yo 48 ming yo boshqa ham qarang Kam. qanchaga kelasi 45 minggacha kelamiz. 45 تا 45 هزار هم اینمی متاسکل اینا میفروشه میگه که 10 روز چلیده است Da o'rriz aytadigan havo. 10 روز چلیده شده است اینا خریدین دیگه دکان اول دوم میشه دیگه Sevim do'kon emas. سوم دکان پیش بله. اینمی انتوی کاکانخوی بیاین Akam غمتون Ahmadullah. نمیخوره بله. اکم محمدالله بسیار زیاد تشکر ساق بولین Nokari sog' bo'ling. Salomat Xudo bo'ling. umringizni uzoq qilsin, boringizga shukr Xudoyo. Ay, Sizlar mashallah. bor, bizlar bor. Sizlar bo'lmasalar bizlar yo'q. Ya, sizlar ham Biling, bor, ha. bizlar ham bor. Xudo umringizni Du uzoq tarafa. qilsin. Ilohi amin. Sog' bo'ling. Ilohi amin. Salomat, Sog' salomat, bo'ling. salomat. Xush keldik. بینندگان عزیز در این سرای موتورسیکل فروشی فقط موتورسیکل است که روزانه صدها موتورسیکل خرید و فروش میشه مالچه میشه یا اگر مشکل داشته باشه مشتری ها هست اینجا جور میکنن بعضی دوستان میگه دیگه یوتیوبرها که میاد هم دکان اول میام باز بالایش نمیماتنه مازونا نیست ما عین وقت تا آخر میریم مشکل نیست خود طرف موتورسیکل خیلی کم بود از این خاطر بالا نرفتیم تا همینجا را آمدیم باش که کاکا تیرش ولی خود اوگار نکنه خدا را خواسته در همه جا برنامه به پایان میرسه تا برنامه بعدی که ما حیات الله ساغزی در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم خداوند حافظتان